دوستان سلام، شما در تارot با من هستید. میخوام براتون برگ بکشم و نیت احساسیه. 2 برگ گذاشتم. شما برای هر برگی که دوست دارید میتونید انتخاب کنید، نیت کنید. من باز میکنم، نگاه میکنم ببینیم چی میگه. اگر هم 2 نیت دارید میتونید یه نیتتون رو مثلا با این برگ بکنید، یه نیتتون رو با این برگ. من سکوت میکنم، شما نیت کنید و بعدش کارتا رو براتون میخونم. خب میریم الان برای کارت اول. خب اینو میذاریم اینجا. شما توی رابطه احساسات خوبی دارین، همدیگر رو درک میکنید، روابط خوبی دارید، رابطه خوبیه، رابطه عشق ورزیه، لحظات قشنگ و شیرین رو با هم دارین، لحظات زیادی رو دارید و هر دوتون میتونید برای هم به منزله یه بخت و یه شانس باشید. سلفیش نباشید تو این رابطه. اجازه بدید با هم بسازید. اجازه بدید با هم برین جلو. ببینید وقتی که در یک رابطه یک نفر فکر کنه که همیشه من دارم درست میگم و همیشه منم که میتونم بسازم، همیشه منم که میتونم به اصطلاح ستون رابطه رو خوب بنا کنم، من بیشتر میفهمم، این باعث میشه که اون آدم بعد از یک مدتی ببره و فکر کنه که باید رها بشه از این رابطه. حالا من چرا دارم این حرف رو میزنم؟ اگر هم شما، مهم نیست مرد هستید یا زن، اگر فکر میکنید تو این رابطه شما قدر قدرتید، شما بیشتر میدونید، شما بیشتر میفهمید، علنا نزنید تو دهن اون طرف مقابلتون و علنا اینو بهش نگید که شما اینطور هستید. به خاطر اینکه اون آدم هر چقدر هم اولا ممکنه متواضع نباشه، آدم متواضع نباشه، آدم مغرور باشه بهش بر بخوره، ولی اگه هر چقدر هم متواضع باشه چه اتفاقی میفته؟ اون آدم ممکنه غرورش جریحه دار بشه. به هر حال انسان یک ظرفیتی داره دیگه، میدونید گناه شما نیست اگر اون اشتباه میکنه، این مشخصه، ولی موضوع اینه که نمیشه اشتباهات رو مرتب زد تو سر یه نفر یا مرتب به رخش کشید. به خاطر همین شما خیلی باید تو این رابطه سمارت عمل کنید، خیلی باید زرنگ عمل کنید، خیلی باید باهوش باشید، تیز عمل کنید. ببینید اگر میخواید استحکام در رابطه باشه، خب شما باید در کنار عشق و عاطفه منطقی رفتار کنید و در ارتباطات نشون بدید که میخواید حمایت کننده باشید. یعنی قبل از اینکه دهن باز کنید ایراد بگیرید، حمایتگر بودن خودتون رو نشون بدید با آرامش، با به اصطلاح ملامت نکردن. خیلی از خودتون ایگو قوی نداشته باشید، خیلی منم نباشید. حتی اگر میگم بسیار قدرتمندید، بسیار متوجه میشید. ببینید اینطوری میشه که آدما احساساتشون جریحه دار میشه، شروع میکنن به خصوص تو روابط شروع میکنن پنهانکاری، شروع میکنن یه چیزهایی رو نگفتن. خب حالا کی مقصره بیشتر؟ اون کسی که فشار آورده. فکر نکنید اونی که اشتباه میکنه مقصره، اون تا حدی مقصره. طرف مقابل تقصیرش اینه که نتونسته هندلش کنه، نتونسته بالانسش کنه، نتونسته از پسش بر بیاد. این خیلی مسئله مهمیه که شما بتونید توانایی داشته باشید، انقدر دانش داشته باشید. ببینید وقتی که وارد یه رابطه میشید بخونید راجع به شخصیت ها. الان دیگه ستاره شناسی اومده، راجع به شخصیتش، راجع به موقعیتش، راجع به اصلا ارتباط بین 2 نفر، راجع به همه چیز. شما فقط رابطه این نیستش که 2 نفر فقط با هم چکار کنن، عشق بورزن و از هم ایراد بگیرن و فقط رو ظاهر هم دیگه کار کنن.
این یه قسمت داستانه. اون چیزی که اختلافات رو باعث میشه، جدایی رو باعث میشه، خیلی مسائل رو باعث میشه، دور شدن ها رو باعث میشه، اون قسمت های درونیه. برید رو اونا کار کنید. اون مسائل مهمه، خیلی مهمه، به خصوص تو این کار، تو این برگاه چقدر این مسئله اومده. اگر مثلا نیت کردید ببینید برای این رابطه امیدواری هست، جای امیدواری هست، من به شما میگم بله. اتفاقا میگم خیلی موقعیت خوبی میتونه پیدا کنه، اما به شرط ها. اول از اینکه اگه به جایی رسیدید که میبینید دارید از دستش میدید، دست به کار بشید و از خودتون یه حرکتی نشون بدید و سعی کنید که، نمیگم دست زیر بگیرید، موقع که خیلی خراب میشه یکی میاد دست زیر میگیره دیگه اون وقت بدتر میشه، نه، ولی میتونید جلوشو بگیرید. شما میتونید جلوشو بگیرید با کمی بینش، با کمی دانایی، من نمیگم زرنگی، من میگم دانایی، با کمی عقل و دانایی شما میتونید که جلوی خراب شدن رابطه رو بگیرید، چون این پتانسیل یک کیفیت خوب رو داشته. خب انسان برای هر کاری، از سرمایه گذاری تا عشق و رابطه، برای فرزند پروری، برای هر چیزی چی کار میکنه؟ اول دانه میکاره، بهش میرسه، بعد منتظر برداشتش میشه، به بار نشستنش میشه. این رابطه شما اینجوریه، شما باید بهش بپردازین. اگر نپرداختید بپردازید. اگر فکر میکنید خیلی پرداختید، شاید اون نوع پرداختن شما درست نبوده. شاید مثلا شما کاری رو کردید که نباید میکردید، شاید یه جای زیاده روی کردید، زیادی پرداختید. اینا همه مسئله است. زندگی توازن، تعادل، جهان بر پایه داینامیک استواره. ما نمیخوایم اینجا باز کنیم حرف قشنگ بزنیم، ما میخوایم بریم در عمق زندگی، ما میخوایم بریم ببینیم که چی میشه که روابط به هم میخوره. اینطوری نیست همه آدما خیانتکار باشن، همه آدما پدر سوخته باشن، اصلا چنین چیزی محال ممکنه. ما چنین چیزی نداریم و در یک ارتباط هیچ وقت یک نفر به تنهایی مقصر نیست، مگر در موارد بسیار بسیار معدودی. به عنوان کسی که سالهاست داره برگ باز میکنه، به عنوان کسی که آسترولوژره، به عنوان کسی که تجربه زیادی داره، دارم بهتون میگم بله رابطه سخته، به یه جایی میرسه که مسائل سخت میشه، تعادل سخته، طرف ممکنه یه خورده منم باشه، نخواد یه تعادلی بالانسی برقرار باشه، اهل 50-50 نباشه، همش بگه من راست میگم، من درست میگم. حالا شما اینجوری نباشید، اون اینطوری باشه، همه چیز ممکنه، ولی چاره داره. چرا؟ چون پتانسیل رابطه بدی نیستش. این کار داره میگه این رابطه برای شما به منزله یک کارماست. انگار شما باید توی رابطه به یه چیزی برسید، یه درسی بگیرید، یه درس‌هایی رو بگیرید، متوجه باشید شما در این رابطه باید درس‌هایی رو بگیرید، به چیزهایی باید برسید. حالا بریم ببینیم اون چیزها چیه. اولین چیزش اینه که شما یاد باید بگیرید که لذت ببرید، لذت بردن رو یاد بگیرید. فقط توقع نداشته باشید، نخواید دیگران به شما شادی و سرور و لذت بدن. انسان خودش باید بلد باشه لذت ببره. باید از چیزهای کوچیک هم یاد بگیرید لذت ببرید. شما نتازین و نرین. اگر فکر میکنید لازمه با یک مشاور صحبت کنید، با یه نفر مشورت کنید. من فکر میکنم این رابطه نیاز به مشورت داره، نیاز به کمک داره و انگار یکیتون دچار تزلزل شده، یکیتون نمیتونه خوب تصمیم بگیره، شاید بر اثر کارهای دیگری یا اینکه اصلا خودش به وقت تصمیم جدی میترسه. در هر حال شما نیاز دارید کسی بهتون کمک کنه، بینش بهتری پیدا کنید، با دید عمیق‌تری نگاه کنید، گسترده تری نگاه کنید. من اینطور میبینم و اگر این کار رو بکنید من براتون خوب میبینم، براتون دوباره احساسات خوب میبینم، پشیمونی ها و تلخیاتون تموم میشه.
پریشونیاتون تموم میشه، چه کنم هاتون تموم میشه. ببینید فشارها به کجا میره. خب ببین میگه کارمای شما تو این رابطه زیاده. نترسیده که فکر کنید باید به هم بزنید. این داره به شما میگه ببین کجای کار رو باید درست کنی. میگه ببین باید کجای کار رو درست کنی. نشین خودتو ملامت نکن. چه کنم نکن. ببین تو از اونجایی خوردی، از اونجایی میخوری که نمیدونی در موردش. در مورد این آدم، در مورد رابطه کمک بگیر. از یک مشاور، از یک روانشناس، از کسی که میدونه. مشاوره های خاله خانباجی با دوستا رو ول کنید. اون هیچ فایده ای نداره. شاید شخص سومی به عنوان یه مشاور بتونه به شما کمک کنه. مژده اومده براتون. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بخواید میتونید داستان رو حل و فصلش کنید. اینجوری زندگی. برگ‌ها به ما یه چیزهایی رو میگن. میدونید بعضی وقتا حتی عکس اون چیزی که تو ذهنمونه به ما میگن. و چه اتفاقی میافته؟ اون باعث میشه یه تلنگر بشه برای ما و ما بیایم چیکار کنیم؟ برسیم به اون چیزی که حق و حقیقته. اینجوری آدم دانشش زیاد میشه. این که یکی بیاد به شما بگه این کارو بکن اون کارو نکن، اون فایده‌ای نداره. اون هیچ چیزی رو برای شما درست نمیکنه. مطمئن باشید. شما باید از یک جایی یک جرقه‌ای در وجودتون زده بشه و به یه نتیجه‌ای برسید. حالا میریم سراغ این کارتی که عزیزان انتخاب کردی. ببینیم این چی میگه به شما راجع به طرف مقابل. اوکی. برگ‌ها میچسبن. ما در یک منطقه مرطوبی زندگی میکنیم. خب ببینیم چی میگه. شما روحیه ماجراجویی دارید. این نیت رو برای طرف مقابلتون کردید، درسته؟ طرف شما هم روحیه ماجراجویی داره. شما ممکنه اینو نشون ندید. اون آدم ولی اهل تنوعه. دوست داره که تنوع داشته باشه. رابطه رو رمانتیک میخواد ولی تنوع هم دوست داره. عشق و دوست داره. خب اما از پایبندی میترسه. از اینکه از تغییر میترسه. پابند بشه و تغییر به وجود بیاد. پابند شما بشه، شما نظرتون عوض بشه. پابند شما بشه، یه چیزایی تغییر کنه، این نتونه اونا رو هندلش کنه. ببینید همیشه خیانت ها، بعضی از آدما عادت میکنن به خیانت چون یاد نگرفتن با شرافت و درستی زندگی کنن. ولی بعضی وقتا باور کنید بعضی خیانت ها از روی ترسه. طرف میترسه که خیانت ببینه یا میترسه که زیادی پایبند بشه. اون وقت اشتباه میکنه، احمق میشه، میره خودش این کارو میکنه. کارت بعدی. در این رابطه خوشی و خوشبختی هست. این رابطه میتونه یک رابطه کاملی باشه. شاید مثلا یه رابطه کاملی بوده، میدونی، چون پتانسیل اینو داشته که توی رابطه میتونه خوشبختی تحقق پیدا کنه و اون آدم هم یک زمانی به این باور داشته یا باور داره. اگه هنوز با هم هستید باور داره به این مسئله، میدونید، و خوشحال از این مسئله که
عشق هست، درسته که ترس هم هست، ولی این یک بخته، یک شانسه و این یک تحقق پیدا کردن یه رویاست، مثلا یه رویاست که به واقعیت پیوسته. این از این مسئله خیلی خوشحاله. فکر میکنم آدمیه که رابطه رو خیلی رمانتیک دوست داره که یعنی عشق براش مهمه. میدونی بعضیا فقط دوست دارن تو رابطه باشن، ولی بعضیا واقعا دیدین بعضیا یه لیوان آبو میخورن جرعه، بعضیا یه ضرب میرن بالا، غذاشون رو تند میخورن، ولی نوشیدنی رو به خصوص یه ضرب میرن، ولی بعضیا مزه میخورن، چایشون رو جرعه میخورن، صبر میکنن خنک‌تر شه، آرام میخورن. این یه همچین آدمیه. میدونین رویاها رو زنده دوست داره، واقعی دوست داره، در خیالش برای عشق رویا پردازی میکنه و دوست داره اونو داشته باشه و کلن تو زندگی تمام کارت هایی که اومده نشون میده یک آدمی که آدم رمانتیکی هست در عشق و عشق ورزی، ولی دوست داره همه چیز قابل لمس و زنده باشه، تو خیال نباشه، به تحقق بپیونده، بشه این عشقو که آدم تو ذهنش داره راجبش فکر میکنه، بشه اینو تبدیل به واقعیت کرد، بشه اونو زندگی کرد، بشه باهاش ارتباط گرفت، بشه باهاش زمان گذروند، لحظات زیبایی ساخت. ممکنه این رابطه شما به جایی رسیده باشه که درش یک جابجایی، یک چیزی اتفاق افتاده باشه و این جابجایی و این اتفاق برای شما مشکلاتی ممکنه به وجود آورده باشه. مثلا دارم میگم طرف شما ممکنه یه دفعه اصرار به مهاجرت بکنه، اصرار به خرید چیزی بکنه، اصرار به جابجایی بکنه، اصرار کنه که فعلا ازدواج نکنیم، یا اصرار کنه الان ازدواج کنیم. یک چیزی در اشتیاق در این آدم زیاد شده که برای شما مشکل به وجود آورده و شما رو دچار انگار تردید کرده، مثلا فکر میکنی اشتباه کردی که با این آدم هستی. میدونی مثلا اینکه حس شکست، انگار که حس انتخاب اشتباه، یا مثلا شما با خودت فکر میکنی شاید دستم ول کنم، دست از این رابطه بردارم، دست از این آدم بردارم، جداشم. این زیادی رمانتیکه، یا زیادی همه چی رو میخواد. من نمیتونم، من خسته میشم. متوجه این حس و حالا برای شما ممکنه به وجود اومده باشه و ترس برای شما به وجود آورده باشه که اگه بیشتر پیش بریم مثلا کار به کجا میرسه، با این آدم شاید نشه در دراز مدت ادامه داد، یا تا همینجا که اومدیم دیگه بسه. میدونی من تردید میبینم، تردیدی که بر اثر ترس به وجود اومده و این هم از رفتار یا تغییر یا دگرگونی که در اون آدم ایجاد شده برای شما به وجود اومده. شما دوست دارید اگر یک کاری رو دارید انجام میدید اون کار رو به کمال برسونید. نمیگم حالا حتما کمالگرا هستید، ولی دوست ندارید کار نصف نیمه، دوست ندارید که تا از چیزی مطمئن نیستید، فرض کنید تا مطمئن نیستید این چیز مناسب شما هست اینو بخرید، تا این آدم مناسب شما هست باهاش زیر یه سقف برید. اینو دوست ندارید، یعنی نصف نیمه بودن رو دوست ندارید، کامل بودن رو دوست دارید، تکامل رو دوست دارید. خب ولی این رابطه الان اینو به شما نمیده، با همه جذابیت هاش بالاخره در یک گوشه هایی جذابیت هایی داشته، لذت هایی داشته، مواردی بوده که شما لذت بردید و جذبه داشته براتون، این جاذبه به شما لذت میداده، ولی
شاید احساس میکنید که زیادی دارید مایه میذارید یا زیادی دارید از درونتون میکشید بیرون. میدونید تا این حد نمیتونید. این ترس باعث شده که در شما چنین احساسی به وجود بیاد. شاید با همه عاشق پیشگی طرف مقابل شما فکر میکنید این آدم آدمیه که وفادار نیست. نمیگم وفادار نیست، جدی به داستان نگاه نمیکنه و شاید مثلا عشق و رابطه براش یه جور مثلا سرگرمی باشه، میدونید، و شما اینو دوست ندارید، این شما رو میترسونه و میگم چون دوست ندارید یه چیز نصف نیمه باشه، شما دوست دارید که از یک چیز کوچیک، از یک دانه یک گل زیبا درست کنید، از یک تصمیم به یک هدف عالی برسید. شما محقق شدن رو دوست دارید، واقعیت رو دوست دارید و در اون آدم شاید اینو نمیبینید و به خاطر همین بهش اطمینان نمی کنید. اما من براتون این رو میبینم که ببین وسواس زیاد نشون ندید و اگر خیلی دچار تردیدین، دچار شکین، دچار بدبینین، یک کمی تراست نشون بدین، یک کمی اطمینان نشون بدین، دست بسته خودتون رو در مزن آسیب نذارین. این کار درستی نیست، ولی یک مقدارم شما از این پله‌های نردبون بیاین پایین. موفقیت در گروی امکانات دادنه، یک مقدار اعتماد کردن، فرصت بدید، یک کمی اعتماد کنید. اگر به اون جای رسیدید که اینایی که من گفتم براتون صدق میکنه، یک کمی فرصت بدید و یک کمی زمان بدید و اجازه بدید که اون آدم خودشو نشون بده. نومیدی رو از خودتون دور کنید. میدونین کمالگرایی زیادی خوب نیست. نومیدی رو از خودتون دور کنید. نومید نباشید از اینکه یک آدم همه چی تموم به طورتون بخوره یا نخوره. بعضی وقتا این به ظاهر همه چی تموم ما میبینی به دردم نمیخورن، میری تو زندگی زیر یه سقف بازی عالم چیز میبینی ازشون. این آدم برای شما احترام قائله و شما هم شاید تو این رابطه احترام میبینم. میدونید من فکر میکنم سر یه چیزایی شاید یه کمی هیچ و پوچ، مثلا اگر داره به جدایی میرسه، یا اگر هم همین جوری گرفتید که نه برید جلو و نترسید و کمالگرایی رو بذارید کنار. ببین چند تا کارت اومده، هم شما هم طرف مقابل، از کمالگرایی زیاد احساس مالکیت آدم پیدا میکنه و احساس مالکیت تو رابطه خوب نیست، نه برای شما نه برای اون. شما باید کنار هم باشید، شما باید مقابل هم نباشید، باید در کنار هم باشید و من فکر میکنم روی دیدگاهاتون باید کار کنید. مثلا من توی رابطه اینجا خیانت ندیدم، چیزی که بشه اسمشو به گذاشت خیانت ندیدم. میدونید به نظر من اگر ما یک کاری بکنیم که طرف مقابل وادار بشه به انجام یک کاری، این خیانت نمیشه. کاردو به استخون اون آدم رسوندیم ما، چه توقعی. ولی در حالت عادی من هیچ خیانتی نمیبینم، جز اینکه به نظر من ویژن، دیدگاه و شما آگاهیتون رو باید ببرین بالا. یه مقدار از کمالگرایی هر دو طرف اگر هر کدومتون هستید باید کم کنید. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید، حداقل گوشه هایشو. و دیگه همونطوری که گفتم کارت ها به ما کمک میکنن ما مسیرمون رو پیدا کنیم. یک کارت میتونه یک جرقه در ذهن ما بزنه که اصلا شمایی که داری گوش میکنی با همینطوری گذری داری گوش میکنی، یه دفعه یک جمله، یک کارت میاد برای شما و به شما میگه که یه چیزی رو در ذهن شما روشن میکنه. شما مقدر بوده بیای گوش کنی، اینو بهش پی ببری. اصلا ممکنه کل این فال به درد نخوره، ولی یک جمله، یک واژه باعث بشه که شما به یه جای برسی و بخوای که یه تغییری بدی، یه
پرده ای از جلوی چشمت بره کنار و به جایی برسی که دوست داری. خیلی متشکرم از اینکه با من بودید و اگر لایک و سابسکرایب میکنید بسیار متشکرم.